این فیلم رو هم برای پیج اینستاگرام میگیرم هم برای کانال یوتیوب. این ارسالی مشاهده معذرت مشاهده ثابت همه که علاقه زیادی بین آیوا داره، هر از گاهی برام میفرسته برای فلش خصوصی کردن از شهر فاز یک اندیشه است. بعد فرستم برای سرویس کامل کلیدا، بعد ولوم، بعد سیدی کاست که در حد نو کنم، تاکید اینا رو کاملا در حد نو کنم. بعد یه کیبوردی هم داره که میاد بیرون داخل، اونم ایرادشون هم رفع کردم. تقریبا 35 ساعت این کار بود و فلش آفریسا که حالت اینجور در آوردم. پنلش هم که پشت پنل که الان دستگاه روشن میکنم. طبق معمول من شیشه اینا رو کاملا براق میکنم یه جوری که مثل نو بشه. خب الان رو حالت دیت که گذاشتم واسه به اصطلاح فلش بلوتوث است، از همینجا میتونم پلی گوشیمو بزنم. الان بلوتوثی بستم، از همینجا هم میتونم آهنگای گوشیمو عوض کنم. خب اینم که به اصطلاح فلشش، من چون بلندگوی خودش هست نمیتونم صدا زیاد کنم وگرنه خیلی قویه. زب حداقل مال 40-45 سال پیشه، خیلی قویه. خب حالا من فلش رو در بیارم. الان به گوشیم وصل شده ولی خب میرم رو حالت CD. بعد اینو در بیارم. CD پر خط ولی فقط لنز رو در حدی کردم که مثل نو داره کار میکنم. این درجه آورد. پلیش هم که اینجاست. اینا با آن خودش باشه وضوح صدای خیلی بالایی داره. خب این تست مثلا CD من CD هم در بیارم. کاسه سمت A برم روی تیپ. خب پلی این سمت راستشه، این سمت چپش، بازم سمت راستش، این تند این سمت، بازم پلی تند این سمت. تایمش مشخصه داره میاد. من برم این سمت این ور. خب پلی پلی سمت چپ. این تنده این سمت تایم مشخصه دیگه، بازم پلی. این تنده این سمت بسه چپش میشه، بازم پلی. حالا اینا هم مثل سونی دیده است. این آیوا هم یه جوری همونه دیگه. این ور بزن رو حالت پلی، اگه اینا بزنیم میاد اول آهنگ. اینید. خب اینم تست کاست. فلش هم که گذاشتم. خب این دستگاه یه جالبی هم داره، این یه کیبورده که تنظیمات دستگاه برنامه دستگاه کلا رو همینه. دیگه من به تنظیمات این دست نمیزنم، مشکل خودم باید دیگه وقت و زمانش رو بذاره واسه این. من براشون درست کردم دیگه کامل صحیح و سالمه. ما برم رو حالت بازم دیت پلیش کنیم. همونطور که گفتم تقریبا 35 ساعت کار بود. این سرویس کامل بیزن بیرون، همه چی قلمردگی ها، تعویض کلیدایی که ایراد داره. بعد خود میکانیکای اینا یه مقدار سخت‌تره، تایم خیلی زیادی برد. بعد CD هم باید کاسه تایم زیادتری برد. فلش آفریسا هم که به این شکل که خیلی من اینو باز کردم که فقط ببینم کجا میشه جا کرد، چون هر جا از این قسمت ها مثلا پشتش برد یه جوری که جا نمیشه. آخر اینجا رو بده کردم برای جا کردم.
از من باشه یادگاری توی پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب و تمام.